به نام خداوند بخشنده و مهربان. در حالی که ویروس کرونا، این وبا در همه جا دامن خود را پهن کرده ایستاده است، این دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم را از یاد کنید، بخوانید و آن را به دوستان خود تعلیم بدهید. اللهم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. بار الها، به تو پناه میبرم از پیسی و دیوانگی و جذام یعنی مخو و از تمام بیماری های بد. الله تعالی من و شما را از این وبا نگهبان باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.